میبینی چه زندگی برامون درست کردین؟ نکبتی های چینی آخه، نکبتی ها همه چیتون کپی بود، فقط این درست بود. بدبختمون کردین دیگه. یا الکل بزن، یا الکل بزن، یا نمیدونم چی کن، مرد شروع ریختتون رو ببره. هر چی رو دو پا را میره دارین میخورین. سوسک، ملخ، گاو، شتر، پلنگ، همه چی میخورین. سگ میکنین، چوب میکنین تو ماتتش، از اونورش در میاد گریل میکنین میخورین. خاک عالم تو سرتون. ما یه اینجا پیتزایی داریم، بدبختی داره سرمون در میاد. نمیدونیم کی کرونا داره، کی مرونا داره، کی دلار داره. مردشور همه هرچی چینیه چشم آدمی اینجوری ببره، مردشورتون رو ببره. نگاه کن بهتون بگم، نگاه کن شما چینیا، به خدا اگر ما کرونا بگیرم یه چین کرونا میدم، فهمیدی؟ ما اصلا میگذارم، ما بچه آبادانم، پدر صاحبتون رو در میارم. چه زندگی برامون درست کردید؟ یا الکل یا بشور. بابا پوست دستم رفت، 50 سالمه اینقدر دستم نشستم توی یه هفته. مسخره در آوردین. آخه خفاش خوردن داره، مردش رو ریختته ببره درد بگیره و پدرتونه چنگ چون چون چون. فهمید بلای بود که هم آوردین داخل مملکت. خلاص